شعور فقط سواد یا هوش بالا نیست. شعور یعنی درک موقعیت، احترام به مرزهای دیگران، فهمیدن زمان سکوت و زمان حرف زدن. شعور یعنی دیدن انسان، نه فقط ظاهرش، یعنی درک کردن دردها بی آنکه لازم باشد کسی آن را فریاد بزند. انسانیت هم چیزی فراتر از تبار، دین، ملیت یا طبقه اجتماعی است. انسانیت یعنی توانایی همدلی با دیگران، حتی اگر شبیه ما نباشند. یعنی انتخاب اخلاق در جایی که نفع شخصی وسوسه امان می کند. انسانیت یعنی وقتی قدرت داریم مهربانتر شویم، نه بی‌رحم‌تر. در دنیایی که بسیاری به دنبال دیده شدنند، شعور و انسانیت همان ارزش‌هایی است که انسان را به راستی بزرگ می کند. نه ثروت، نه جایگاه، نه ظواهر، فقط شخصیت است که باقی می ماند. پس بیایید پیش از هر عنوان و نقشی یک چیز را حفظ کنیم: آدم بمانیم.